مراسم پیاده‌روی اربعین ثابت میکنه نه جاده سازی سخته، نه بردن اینترنت به دورترین نقاط، نه صدور ویزای فوری غیر ممکنه، نه ساخت زیرساخت برای رفاه مردم و نه حتی تأمین غذا و داروی چند میلیون نفر. اربعین ثابت میکنه اگر بخواهند ارز به اندازه کافی هست. آب و برق مردم تأمینه. میتونن خیلی سریع زلزله‌زدها رو اسکان بدن. اگر بخواهند میتونن حداقل نیازهای مردم محروم سیستان و بلوچستان رو تأمین کنند. حتی ثابت کرد میشه با کشوری 8 سال جنگید و صدها هزار کشته داد ولی دوباره رفیق شد. خلاصه که اربعین ثابت میکنه وقتی بخوان هم توانش هست هم امکاناتش. ولی پس چرا همین اراده برای زندگی و معیشت مردم خودمون فعال نمیشه؟ دلیلش رو شما بگید. اگه جرأت و گوش شنیدن حرفای بدون سانسور رو داری، به پیج پرتگاه حقایق بپیوند.